واسه من کمربند ندارم. قوانین رو رعایت میکنیم. سهند کربند تو رو ببند، ایمنی تو رو رعایت کن. سهند بله شایان جونم عزیزم. سهند امروز مأموریت داریم. چه مأموریتی؟ باید بریم پیتزا پیدا کنیم. عالیه که پیتزاهای ارزون و متوسط و گرون. سر ما و وسط ما و ته ما. بله عالیه. 3 تا پیتزا قرار بخوریم. حال میده. 3 تا پیتزا نه نکن اینجوری باید بگی. 3 تا پیتزا. 3 تا پیتزا. لباتو قنچه کن. لباتو لوله کن. ببین باید بگی 200 میلیون تومان. 200 میلیون. ببین خب اول بریم سراغ کدوم؟ ارزونه. از ارزون شروع کنیم، گرونه رو بذاریم ته که به نظر اول از سخت شروع نکنیم. نه آرومتر بخوریم. گرونه رو اینجوری بیا اول غولش رو بشکنیم آسان‌تر باشه. نه پول گنده رو بدیم. نه اول ارزونه رو بریم کم کم بریم توش. این چی میگم؟ هرچی بریم جلوتر پیتزای بهتر بخوریم. امیدوارم البته بهتر بشه شاید پیتزا. معلوم نباشه. معلوم کجا نیست. معلوم گرونتر بهتره. بریم بفهمیم. بریم. خیلی نوبه. اول بابا من که دیگه 1000 بار گفتم به اینا دیگه. چون چه چیز جالبیه. خوبه پپرونی. فلفل دلمه‌ای داره. چی؟ فلفل دلمه‌ای داره. میخوریم دیگه. فداکاری. گوشت و قارچ. قرارشون پپرونی بخوریم. پپرونی که میگیریم یه دونه. آها 2 تا قراره. 2 تا میگیریم. یه دونه گوشت و قارچ هم بگیر. پپرونی میخوایم بگیریم. اولین پیتزا. یه دونه پپرونی، یه دونه همیشه گوشت و قارچ واسه ما بزنید. دستت در نکنه. خمیرا رو داره آماده میکنه. این شکلیه پیتزا؟ نه این خمیر اولیه است فکر کنم. نه خوشحالیم از اینکه غذا داره به ما میرسه. خب این پیتزای اولمون. عالیه. گزینه ارزونه. پپرونی. حالا شما لطف کردی 2 تا پیتزا گرفتی، 2 تاش با هم شد 380 ولی 145 بود 145 پپرونی. خیلی خوبه دیگه. من دیگه کم کم دیگه چه طعمیه شایان؟ بی جلو دیگه. خیلی جذابه. خب بخوریم دیگه. علاوه ظاهر که اوکیه. اوکی که جذابه این. حدوداً یه ربع طول داد تا آماده شه. من از این ور شروع میکنم. من از این ور به هم برسیم. عالیه. بریم. 3 2 تو صدای داد. باش تو. همینه دیگه داشت. چه انتظاری داری؟ نه اوکی خوشمزه است فقط. داره فوش میده. یا ببینم چی داره میگه. خشکسیر تاره مسیر. بیا بیدی چه سیری زاره. تاره مسیره تاره. پیتزا رو نظر بده. سیر رو ول کن. خیلی خوبه. خداییش واسه قیمتش خیلی خوبه. حتی باید گزینه‌های بعدی هم بخوریم. چند میدی از 1 تا 10 بهش؟ به عنوان یه پیتزای ارزون یا به عنوان یه پیتزا؟ با توجه به قیمت چند میدی دیگه؟ فاکتورها رو در نظر بگیر. با توجه به قیمت، مزه، کیفیت. خواهی من بگم تا تو فکراتو بکن. 7. من 7 میدم. 7 موافقم. خوبه. اونو بخوریم بریم پیتزا فروشی بعدی. به متوسط یا گرون؟ متوسط. میریم پیتزا فروشی پیتزا فروشی متوسط. بقیهش چی بود؟ بقیه داشت بگه. نه دیگه میریم پیتزا فروشی متوسط. پیتزا از کجا اومده شاید؟ نمیدونی؟ نه. هم مصر دیگه. واقعا مصر؟ نه ایتالیا دیگه. این چه سوالی بود؟
نمیدونم گفتم شاید از مصر اومده باشه. آره پیتزا هوایی هم نخوریم. اینو میخواستم ازت بپرسم اتفاقا. نظرت راجع به آناناس رو پیتزا چیه؟ مثبته. آفرین. ولی نخوردم خب تا بال. من نظرم مثبته چون چیز جدید دوست دارم امتحان نه کنم. من خوردم خوبه. قاعدتا یک بار امتحانش میکنم، اگه خوشم بیاد دوباره امتحان میکنم، اگه خوشم نیاد نه عمرن. ولی آناناس رو پیتزا واقعا خوبه. نخوردم. نظر شما چیه؟ تو کامنت ها بنویس. اصلا نمیتونم سن دیدی پیتزا پیتزا 80 سانتی داره؟ اگه بتونی تنهایی کامل بخوری یه دونه همون سالیوانو واسه نیافتاد تو کادر. شایان بهترین پیتزایی که تا الان خوردی تو رشت کجا بودشم؟ بهترین پیتزا همین پیتزا متوسطه که داریم میریم. واقعا؟ بله. اینقدر دوست داری؟ بله. خیلی با بد باشه. من چون سلیقه‌م اصلا با تو یکی نیست. الان ولی داریم پیتزا مورد علاقه‌مون نمیخوریم. الان قراره همه جا پپرونی بخوریم. ولی out of context اگه رشتین برین پیتزا پاولا مردمو نزنی، پیتزای قارچ و پیاز بخورین. گوش داشته باشه اصلا نه دیگه. بریم پاولا قارچ و پیاز بخوریم. بله. رسیدیم لوکیشن دوم. لوکیشن دوم اسمش چیه؟ بذار نشون بدم. پیتزا. لوکیشن دوم پاتو بپا امیرعلی. کجاست؟ پیتزا پاولا. پیتزا پاولا. گرفتی؟ آره اجازه هم داد که فیلم بگیریم. خب خدا رو شکر. بده به من نشون بدم. اینو بگیر. اینو بده. اینو بگیر. اینو داشتم میگفتم. بذار بگم. بغل پیتزاشون یه دونه منو بگیر. بغل پیتزاشون یه دونه روغن زیتون ظرف میدن. بذار افتتاح کنم دیگه. اینو باز میکنی. بی جلو. اینجوری احساس میکنم تو زندگی میگه ایتالیایی نبودم. خیلی خوبه. خب روغن زیتون رو که ریختیم. اینقدر شایان با این پسره حال کرد، خوشحاله از این پیتزا. اصلا مهم نیست این پیتزا چه طعمیه، این پیتزا بهترینه واسش. ان شاءالله یه جا نزدیک بشه دست شست ولی میریم. من لول میکنم. آره با هالوپینو بردار. هالوپینو هم بردار. حالا نمیدونم درستش اینه یا نه. قیمت چند بود راستی؟ 400 تومن. 400. بردار. پیتزای 500 خوردم و فکر می‌کردم اون واقعا گرون پیتزاست. گرون نیدی وایسا. بذار یه دونه رو مدلی بخورم. ساندویچ پیتزا پپرونی. همین یه دستمال رو میدی؟ خیلی خوشمزه بود. من احساس میکنم اصلا چند میدی بهش از 10؟ بهش 8.5 میدم. بیشتر احساس میکنم زیادیه. نیم هم داریم؟ چی؟ 8 میدم. اگه رونده رو بالا نمیکنم رو پای. من چون یه مقصد دیگه هم داریم که باید بریم جای گرون، فعلا 9 میدیم تا بریم جای بعدی. بریم که پیتزای گرون بخوریم. واقعا نه دیگه دلم راضیه، جا نه ندارم شکمم دیگه. راضیه، نه جیبم راضیه، ولی بریم. خب اینم گرون ترین پیتزای رشت. ما الان یه آنتراک چند دقیقه‌ای دادیم. 40 دقیقه‌ای. یه آنتراک 40 دقیقه‌ای دادیم که واقعا دارم میترکم. اون دوتا بره پایین. بریم یکی دو تا تیکه اینم بخوریم ببینیم چیه دیگه. گرونترین پیتزا پپرونی رشت رو اینجا داره بچه‌ها. پپرونی ساسجه. پپرونی ساسج. سوسیس هم داره. سوسیس هم داره. عجب سوسیسیه. ساسجه. پپرونی ساسج خیلی خوبه. ولی
نمیدونم چرا اینقدر گرونه واقعا چرا من اسم آقا بریم بفهمیم. بریم. ریکورده. خب اینجا به جادوی میکروفون پی میبریم که من اینجام تو اونجایی صدا داره میاد. بریم گلوترین پیتزا رو سفارش بدیم. کارتو جا گذاشتم. کارتشو جا بگذاشت. کارتمو بده. تا حالا خوش گذشته. آره تا الان این یکی نمیدونم چی میشه. شایان این چی میاره دیگه. من واقعا جا ندارم بخوام راجع به چیزی هوایی انگاشکی میگرفت. اونم امتحان میکردیم امروز. گرو 20 دقیقه زمان میبره. پیتزا رو گرفتم. اینم پیتزای ما. هم قیافش حداقل خوشگل باشه. واقعا امیدوارم قیافش خوب باشه حداقل. 802,000 تومان. 802,000 تومان. میشه گفت تو یوتیوب؟ لعنتی. بومبوکلت. جامائیکاییش میشه. چه انرژی آقا امیر یهو ترکید تو آقا امیر دیگه چیا بلدی؟ همین به روش 802 بومبوکلتینگ تومان. کلاتینگ. باید آینجی بگیره دیگه. باز کنیم. این چقدر کمه؟ ولی خوشگله آقا خداییش. خوشگله خداییش خوشگله. فکر نکنم. چرا قشنگ شبیه این پیتزای شبیه نون سیره. آره 50,000 تومانی. واقعا شبیه نون سیره. امیدوارم خوشمزه باشه بچه. دورش خودشون خوردن. بریم من اصلا نمیتونم صبر کنم پیپر. این خالیه توش. پپرونی داره بابا. بابا خالیه. تخمیر کام نازک‌ترین پیتزا مگه می اومدیم؟ من قطعا برنده میشد. مهمون داریم چه مهمونی؟ به بابا بفرما. هلو هاو آر یو؟ چطوری؟ خوبی میخوری؟ الان میرم. بچه‌ها عجله دارن. بدون اغراق و تعصب و غرض بخوام نظر بدم، خوبه خودش خوبه. بابا حالا اونقدر دیگه بد نیست ولی خودش. بابا شبیه نون سیره آخه. نه بیا نظر بدیم دیگه. به نظر من اول متوسطه، بعد ارزونه، بعد گرونه. به نظر منم همینطوریه. پاولا واقعا خوب بود. خب به این نتیجه رسیدیم که آقا همیشه گرونترین بهترین نیست. درسته؟ بله. انتخاب تو از بین این سه تا کدوم بوده؟ بذار فکر کنم. فکرم با بکنی. من که پاولا. منم واقعا پاولا رو بیشتر دوست داشتم. شما بگید. شما نه شما تو کامنت ها الان تو کامنت ها. یه تشکر ویژه از فیلمبردار و نورپردازمون میکنیم. مرسی که در طول این ویدیو با ما همراه بودن. البته همچنان ادامه میده. به عنوان پیتزا، به عنوان دستمزد پیتزا گرفتن. بچه‌ها فکر نکنین فیلم بردار غذا نخورده. آره بچه‌ها ما اینجا به همه عوامل پشت صحنه غذا میدیم. از جا خارج از پشت صحنه. خب اینو تقدیم میکنم با کمال عشق. تا ویدیو بعدی، خدا.